اذیتم. فروغ نظرتو نگفتی راجع به اون خانم پلیس لاتین که گفتم. خواهرم نظرت مثبت یا نه؟ گفتم که من دوست دارم یه خانم پلیس آمریکایی یا لاتین بیاد منو دستگیر کنه، من مقاومتم نمیکنم. بعد نظر فروغو پرسیدم. بابا کجاست خانم پلیس؟ نه می‌خواستم ببینم فروغ اگه موافقی یه دست لباس پلیس بخرم بیام خواستگاریت. فروغ اتفاقا خوب میتونه با لباس پلیس شبیه این پلیس چیزا بشه، چون روژای تیره و چیزا هم داره. ایول میام فروغ، چند تا سکه میخوای؟ بذار پولدار شم فروغ، همه‌شو میریزم به پات. به خدا که به همه دوست دخترش از اول تا الان اینو گفته. اصلا کسچر محض. اینو دیگه چون تو وسطمونی نمیتونم دروغ بگم، چون کونه منو پاره می‌کنی. میگه آی تو اومدی دوست منو گول زدی فلان. چند تا سکه؟ سری بگو یه قیمتی که من یعنی پولم این چیز یعنی در توانم باشه. اصلا مهریه‌شو نخود، من چرا الکی میگم بگه؟ من چه خریم؟ انجلا رودریگز 5 تومن دونیت کرده، گفته I'm an officer Rodriguez from NYPD. Hands up عرفان. اصلا این رودریگز فامیلی سکسیه. رودریگز میگه یعنی کونش خیلی بزرگ. آنجا رودریگز معلومه سکسیه، سیاه‌پوست هم هست احتمالاً، یعنی برنز سیاه‌پوست نیست. If you couldn't afford a lawyer. حالا اونو ول کن. الان فروغ چند تا بیت کوین میخواد؟ یعنی فروغ چند تا بیت کوین میخواد؟ فکر نمی‌کنم گفت ما با بیت کوین کار میکنیم. کی بیت کوینشون؟ فروغ تله کار می‌کردی قدیم. فروغ من خودی ام، منو جای پسر خودت بدون، غریبه که نیستم. فروغ آخرین تجربه پسری که داشت واقعا داغ به وجودش انداخت. فروغ من واقعا بیازارم، هر وقت هم بخوای ولت میکنم اگه بگی. از اون یکی هم سازه سنش پایین تره، به خدا تهش میبینی میاد پولت هم میکنه و میره، به خصوص که عرفان پتانسیل پول کندن داره. بکن نیستم آخه، داره زر میزنه واقعا، بکن نیستم. بعد فروغ سر به زیر پسر خوب پول غذا بده، پول هدست ها بده، پول چیشه، من میگه من بکن نیستم. اون بابت خدمات ارائه داده شده هست. ارائه داده شده چیه؟ بیشرم. برای اصلا نخواستن نمیگیرم، به خدا من سگ کمتر اگه تو بگم. هاپ فروغ هم داری چوس میکنی، نخواستیم بابا، برو پی کارت. میریم سراغ گزینه بعدی. ملیکا چه خبر؟ چند سالته؟ ملیکا آندریج بی شرف. چقدر آندریج؟ تا یه حد اشکال خیلی مثلا 15 اوکی، 16 بود دیگه 16 خوبه دیگه، 14 بود فکر کنم، بیشتر به 14. نه 14 خیلی کمه دیگه. آجی خیلی کوچولو، من عکساشو دیدم خیلی کوچولوه. ول کن، یه دختر دیگه پیام بده. نه من هم فروغو میخوام، ولش کن بقیه. فروغ سنش هم زیاده، به من مناسب تره برام. سنش زیاده چیه حیوان؟ فروغ پی وی به پیام میدم با هم صحبت کنیم. 4 ساعت. نه سنش زیاد نیست، سنش به نسبت به من زیاده احمق. نه که سنش زیاده. ای احمق، اینجوری داره هی سیگار میکشه کون به کون که این گوسفندو چرا درست نمیشه. میگه تو هنوز میری دریاچه چیت که هر چند سال پیش تو پیکسی تاکسی گفتی ساعت 6 صبح، بعد من چند بار میرم، من متا شبا میرم الان. بابا امیرعلی گو میخوره، این خیلی گشادتر از این حرفاست. و انقدر زر نزن دیگه فرناز. اون مال قدیماش بود که تازه ماشین داره 13 سالم میشه یا ابوالفضل. آره اصلا 14 هم اشتباه گفتیم. خوبه فکر نکردم 16 سالته. نه ولی همون فروغ این دیگه خود جرمه. یه الان از اون آخرین پرونده‌ای که توی حتی برای پیامبرم جرم حساب میشه. پیامبر که خفه شو فرناز، من تو ایرانم. پیامبر تو گفت پیامبر نخوری یا تو اصلا حق نداری راجع پیامبر صحبت کنی. سگ کی هستی؟ فروغ چرا پیام نمیدی دیگه تو چت؟ آفرین. فروغ چه خبر؟ فروغ چند سالشه پیکسی فرناز؟ فروغ همینجوری میپرسم. همینجوری واسه مصرف شخصی. دوستمون خودم دیدمش، مصرف شخصی چیه بابا؟ دوستم بالاخره. یادم رفت تو فروغ همو دیدی. آره. از اون موقع که دیدی خیلی خوبتر شده ها. الان دیگه بدن سیکس پک داره. عالی. اصلا فروغ خوشگلم هست واقعا. حالا دور از شوخی. قیافش واقعا خوشگله. چه عجب فرناز دختر دیگه رو به جز خودش قبول کرد. من کی گفتم
نیست فقط خودم. من که میگم دختر خوب باشه اوکیه. پیری ان سلیقه تو اصولا. فروغ یارش مرسی 5 تومن دونیت. شرایطت برای زندگی چیه؟ بگو من برات فراهم میکنم هر چی باشه کار میکنم. فروغ من از 14 سالگی کار کردم. فروغ دونیتو بخونم. این آفیسره که من بودم ولی یه لحظه مردم برای اون چشات. اگه لاتین دوست داری امشب شکیرا افتتاحیه جام جهانی اجرا میکنه. شکیرا نه، شکیرا لاتین کمچر بیا. شکیرا تازه دوست به سر گرفته کنسله. آره اصلا زشته دیگه جلوی فروغ این حرفا رو نزنید دیگه آقا غیرت داره. فروغ جان گفتی چند سالشه الان؟ چند فکر میکنی یادت بیاد ببینم حس بزن. به خدا یادم نیست. بهش 25 6 بیشتر نمیخوره. 27 تاش. 27 تهش. بیشتر نمیخوره واقعا بهش آخه. فروغ 36 سالشه. پشمام واقعا جدی داری میگی فروغ 36 سالشه؟ پیسی فرناز تو چه فکر کردی؟ الان من داره 40 سالم میشه هنوز اینم داداش ما ژنمون خوبه. تو بیشتر میخوره نسبت به چیزات. یعنی منظورم اینه که آخه تو رو خب بالاخره میشناسم میدونم 32 میگه چرا زر زدی بیا 32 سالشه. یه دقیقه آرزو آمالت چکاش ترسیده بودی گفتی زنم تو سنش بالاه. نه بالا نه 32 خیلی بهتره. خیلی بهتره. چند ایدئال تو عرفان؟ بعد چی؟ ایدئال تو چنده واسه دختر؟ هر چی که فروغ باشه است. نمی‌گیرم کردی می‌خواستم سکت کنم. مثلا قیافه‌شو ببینم وقتی کسیو اونقدر حالا بالا نگفتی 36. حالا 32 ولی بیشتر هم گفتی دیگه باور نمی‌کردم. نه 32 خیلی فرق داره با 36. افا شبا تو پیست و چرخه نه پیاده روی میرم. کار کرد که خیلی فرق داره فروغ خیالت راحت. منی که از 30 تا 35 و از 35 تا 40 دارم میبینم بهت میگم قشنگ تفاوت کار کرد داره. از این به بعد هر چی فروغ بگی اساسا بگه برم پیاده روی میرم بگه نرم نمیرم. یارش مثل 5 دونیت فرناز 19 سالشه عرفان 15. فرناز در نظر عقلی 12 13 سالشه واقعا. گوخوری واقعا من نمیدونم چرا این میگه سیب زمینی میخورم. فروغ چرا انقدر سرد داری رفتار میکنی تو چت؟ چرا فقط ایموجی میدی؟ یه چیزی بنویس. سرد برخواه. فروغ تو رو خدا. فروغ یادت من دیدی چقدر ناراحت بودم اون موقع تازه کات کرده بودم. یادت مامانت پسندیده بودتش؟ فروغ خط مامانت هم پسندیده آدم باش دیگه تو رو خدا. دارم غذا میپزم. قربونت برم. چی میپزی؟ آشپزیش چطوره؟ منم بلدم فروغ. آشپزیش غذاش اصلا نمک نداره. مهم مثلا نمک نداره. جدی نمکو نمیفهمم تو غذاها چون طعم شوریو حس نمیکنم اونقدر. نمک نداره جدی واقعا. آره بعد خودم آشپزی میکنم اصلا من تنها زندگی میکنم کد بانو هم فرناز 6 سال تنها زندگی میکنم. و بدون نمک هم اوکی. آره هر جور فروغ بپزه اوکیه. واسه من یه خبر مهمو بخونم. هرچی هم غذا سالم‌تر بهتر. حاجی برندم ثبت شدش. حساب بانکی مبارکه. شیرینی ها زاده باید بری تو اکانت ببینی. شیرینی به رضا بگم بره ببینه. شیرینی چی؟ میدونی چقدر پول دادیم واسه یه ثبت برند؟ رضا به من گفت $50 میدی ثبت میشه تا الان. من به عنوان شیرینی به فروغ بگو من شیرینی پولی نمیخوام. بگم چی میخوام؟ پولی میخوام. به فروغ بگو مهربون تر باشه با من همین. با تو فروغ مهربون تر واسه چی باشه؟ شاید واسه همین اخلاقش باید مهربون نیست. مگه من بعد اخلاق من کاری بدی نکردم که. به همین الان طلبکارانه باش برخوری. نیومدی بگی نه عزیزم طلبکارانه است. نه خب میگم عزیزم درست با محبت. نه اینکه همین الان تو داری اگریسیو برخورد میکنی. نه من یه ذره چیزم چی میگن ذوق دارم میدونی اوایل رابطه است. فروغ یه ذره مهربون‌تر باشی تو خدا. مسی دونیت دونالد ترامپ مسی 5 تومن دونیت حمله لغو شد. اصلا اسمش هم قشنگه یارو آخه فروغ روشنایی. چک کنید. حمله لغو شد. بذار من ببینم تو اخبار چه گفتم امروز شاخص زدن 15% دیگه یعنی تقریبا 15% بود. 15 بود شاخص زدن آره. خوش اومدی مرسی. واسه ببینم اخبار چی گفته شده. شاخص اوضاعش اوکی واقعا یا نه؟ به خاطر فروغ هم که شده من به بعد صبح تا شب تو استریم فرنازم بچه‌ها. خیالتون راحت. به نفع فرناز شد. راست میگه یه خبر فوری اومده. ادعای ترامپ در شبکه جهانی تروث سوشال
تهران فقط گو میخوره. با توجه به اینکه بگو. مذاکرات با جمهوری اسلامی ایرانی به بالاترین سطح ایران رسیده و مورد تایید قرار گرفته است، من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هر 9 روز اینو میگه ترامپ. حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده امشب علیه ایران رو لغو کردم. دست درد نکنه. مذاکرات و نکات نهایی هم از نظر چارچوب کلی و هم در جزئیات کامل توسط همه طرف‌های درگیر شامل ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر و دیگران تایید شده. فروغ چرا پیام نمیدی تو چت؟ محاصره دریایی هم تا زمان نهایی شدن این توافق به صورت کامل و با قدرت به قوت خود باقی خواهد ماند. بچه همه امشب موشک داریم. اینو اگه گفته 100% میزنم. آخه وقتی میگه که چی زمان و مکان امضای این توافق به زودی اعلام خواهد شد. فروغ روشنایی فکر کنم رفت خبرها رو بخون. ایناش هستش داره اومد. خب خیالم راشه. سیگار کم بکش، برای سلامتت خوب نیستش. خاطر زکریا اصلا سیگار نکش. راستی یادته؟ خب فروغ جون، فروغ به جون مادرم دیگه نمیگه. پیش داشتش خور دوست دختر سابقشو میزد، میگفت گربه داشت، گربهش خونمو کثیف میکرد. تو گربتو بیار برینه رو کله من فروغ. اگه من حرف زدم بیار بشاشه رو تختم، بیار خودم تمیز میکنم براش، از این ظرفام هر چی بخواد میخرم. زکریا چند وقت یه بار بالا میاره. میگم نه، اون به خاطر اینکه خودش آدم بدی بود، خودش دوست نداشتم. وقتی خودش دوست می‌داشتم گربه‌ش از خودشم بیشتر دوست داشتم. من الان رفیقم گربه داره، گربه‌شو برینه رو سرم. نه معلومه که نداشتم. اون آدم انو اسمشو نیار جلو فروغ، ناراحت میشه فروغ. نگو جلو فروغ، خب زشته. فروغ به هم میزه که گذشته. هر اصلا سگ بیار، هر چی میخوای بیاری بیار. 50 تا گربه بیار. جون مادرم اگه بعد یه چیزی نمیگی فروغ چرا خونت کثیفه؟ خودم تمیز میکنم. من چیزم گربه بو میگیره. اصلا دیگه با این چیزا مشکلی ندارم. من وسواسی هستم ولی تمیز نگه میدارم همه جا رو خودم. آها راستی یه نکته دیگه، فروغ ملچ ملوچ میکنه موقع خوردن. اصلا بیاد توف کنه موقع غذا خوردن، بیاد برینه تو سفره. اتفاقا توفم میکنه موقع خوردن. نداره این چیزا. یه بار داشتش جاب نبات میخوردین توفش اینجوری اومد همه جاها. فروغ این کار با نمکه، مثل بقیه نیست که به فروغ میرسه. فهمیدم چی شد که کار به اینجا. آره واقعا فروغ با تمام وجودش داره فکر می‌کنه چی شد که اینجوری شد. من انقدر اینه بدم بچه‌ها، منظورتون اینه؟ یعنی من انقدر به درد نخور و انا بد قیافه و بد تیپ و اینام تایپ فروغ منظورتون اینه؟ این دیگه خودمون با هم ما میسازیم این چیزا رو. من فروغ تایپ تو وایسا یه دقیقه حسابش زنگ بزنم که راحت‌تر حرف بزنه دیگه. تایپشو ول کن. من میتونم دلشو به دست بیارم، مهم اینه. و اصلا فروغ دیگه بعدش یادش میره تایپش چی بوده. تایپ فروغ هم اصلا نظر تایپ من تایپم تعریف کنم، فروغ هم تایپ من نیست، ولی دیگه تو دل یهویی که میره تو دل آدم گیر میکنه دیگه. اینجوریه بچه‌ها، یهوییه. مرسی افال. ببین آخه عرفان همینجوریه، یهویی هم ول میکنه. نه آخه اون موقع من نمیتونستم بگم اینو، چون فروغ دوست پسر داشت. خب زشته دیگه کسی که دوست پسر داره تو بیای ابراز زده. همون موقع میشناختمش، تازه باش آشنا شده بودم دیگه. آره خیلی ناز میکنه ولی اب نداره. حق داره. منم مثل فروغ بودم ناز میگه. وای واسه چی زنگ زدی بهش؟ هنوزم واسه من خانومم به نظر شما عرفان ظاهر خوبی داره یا نه؟ من چه میدونم. چی گفت؟ چه میدونم. میگه من چه میدونم. بچه اصلا فروغ توی دنیای دیگه است. اینجا دارم اذان میگن. از کدام میگن؟ فروغ بحثو چرا عوض میکنه فیکسی فرنازین؟ خب میگه نمیخوادت دیگه. من دلشو به دست میارم بچه‌ها، نگران نباشید. اولش اینجوری سخته، بعداً موفق میشیم. قول میدم بهتون. من هیچ صدایی نمیشنم. چون که تو داری تو فکرم تو استریم داری میشنوی. این داره یه ساعت وعده و وعید خام میده بهت. خام نیست به خدا. من اینجا جلوی 100 خورده آدم دارم میگم. میگم من جلوی 100 خورده آدم دارم میگم خام نیست. سیب زمینی؟
وای خدا میگه سیب زمینی خودش زده به اون را بابا این قدم خیلی نیست بچه ها. نمیخواد دیگه. فروغ داره آره میگه معلوم شد نمیخواد. اب نداره من تلاشمو میکنم. من تلاشمو. من بگو بزنم اکو میشه صدا. میگه بزنم نمیتونم هیچی بشنوم، بزنم اکو میشه. خب بذار بیاد همون تو چت من باهاش پاشو صحبت بیا تو میکنم. دیسکورد. چرا نمیای تو دیسکورد که بتونم راحت اینجا جوینت کنم؟ دارم غذا حداقل غذا چی تو داری؟ چت بگو پیام بده. قیمه. ما هم قیمه داشتیم دیگه. میشه من اینقدر عاشق غذاهای ما رو قیمه‌ام. درست قیمه نکنی؟ مورد علاقه ترین غذامه. میگه زنی قیمه که مورد بتونه علاقه ترین غذامه. زنی که بتونه قیمه درست کنه قیمه درست گلی کنه از فرشته‌های گلیست از بهشته. فرشته‌های بهشت. به خدا قیمت الان دوباره نمک نداره رابرت. هیچ اشکالی هم نداره این نمک نداره. من تون میکنم خوبه من راضیم. 10 از راضیه. 10. 10 از 10. فروغ 10 از 10 واقعا. 10 از 10 حاجی داره خایمالی تو خوب میکنه. واقعا خود 10 از 10 فروغ. چیز بد نداره. من فکر کنم به خاطر اوضاع ایران که اینجوریه امید داره خایمالی اینجوری چیه بیاد؟ بتونه بیادش نه اینجا. من فروغ اصلا تو دلم گیر کرده پیسی فرناز. مهمم نیست. آره دیگه درسی بخونه تو هم خرجش کنی و نه من خرج فروغم میدم. بگو اینا رو بهش بگو. من فروغ چجوری میدی؟ بیشتر به جون فرناز میدم. به جون فرناز نه بدهیام صاف میکنم رو هیچ مشکلی نداره. کار میکنم. آره با بدهکار مثل چی؟ نه بگو خب کار میکنه پسر زرنگیه. بازی سازی داره میکنه 6 7 ماه دیگه پابلیش میشه. 5 6 ماه دیگه میگه پابلیش میشه. الان تا 10 تا پروژه رفته تا نزدیک پابلیش نرفته. ولی بگو این انجام میشه. اصلی اگه فروغ بله رو بده انجام کشی هست ولی کانتنتش فارسی دیگه. کانتنت فارسی میدونی که تهش محکوم به مرگ فناه. هیچی نمیشه. من همیشه کلیپمو عذاب کشیدم بیرون. 1000 تا کار دیگه بلدم. کاسه‌ای بلدم. میگم 1000 تا کار دیگه بلدم. بهش بگو اینا رو. ویدیو نگاه کن. مامانت پسندید اینو حساب کن. اولین دوست پسرت میشه که اون وقت مامانت مثلا نمیگه وای این چقدر داغون بود مادر لیاقتت بیشتر از ایناست. تازه اون موقع کجا الان بهترم. نه اتفاقا همین میگم این پروژه تحقیقاتی خوبی میشه چون که بالاخره برای اولین بار توی کسی که مامانت تایید کرده رو میری باهاش. بعد دیگه اون نمیتونه چیزی بگه چون میگی تو قبلا خودت اینو تایید کردی مادر. آخه لامصب چرا نمیتونه چیزی بگه؟ حاجی دارک ساید داستان اینه که این اینجوری به مادرش معرفی کرده که این دوست پسر دوستمه. بعد برو خودم میکشم. جلو همین استریم دگمو میزنم. آره چی میگه؟ میگه مامانم اون وقت میگه آخه مامانش اون دفعه بهش گفت دوست پسر اینجوری مادر جا این الان دوست پسر چندمیه؟ این حرف حاشیه کاره. خلاصه هر شرط و شروطی بذاره قبوله. میگه هر شرط و شروطی بذاری قبوله فروغ. سیب زمینی چیزی توش بود. نه به قرآن من اصلا امروز شجاعت بیانشو اعلام پیدا کردم. شجاعت بیانشو پیدا کردم. میخوام تست کنم ریجکت شدم فیکسی فرناز. ببین بیا یه دقیقه بیا با چت جی پی تی بگو یه لباس پلیس تنت کنه همونو نمیخواد. فروغ همینجوری عالیه. همینجوری نه با لباس پلیس فکر خیلی بهتر بشه ها. موهاشم نمیخوام سخت بگیرم بهش. نه نمیخوام سخت بگیرم اوایل کار بهش. اوایل کار؟ لاشی چرا از اول داری رو میکنی به تیپیکال پسر لاشی ایرانی؟ چرا لاشی میگم نمیخوام سخت بگیرم بهش. میگه اوایلش نمیخواد بهت سخت بگیره بعدش دیگه بهت قراره دوباره سخت بگیره بگه اینه واقعا تو نمیگه. تو نیست ملج مولوش میکنی. نه ایراد نمیذارم. خونمو کثیف کرد. ایراد نمیذارم. گربت گفتم بیا برینه رو کله ما. خانه خودم نداره پادشاهی میکنه. هر جا بیاد قدمشو چشه. خودم یا اونجا انشو تمیز میکنم. بگو اینا رو بهش. انشو تمیز میکنم. ببین زکریا گربه نازیه ولی زکریا یکی از دندونش داره خراب میشه دهنش بو میده. چیکار کنه؟ خودت بو میدی بچه‌م خیلی هم خوبه. نه توهین نکن به گربه عزیز دلم دیگه فرناز جان. میگه به گربه عزیز دلم توهین نکن. فروغ واقعا این سطح خایمالی قابل احترامه نمیخوای واقعا کاری کنی؟ من حس میکنم تو سیب زمینی چیزی فردا هم همینو میگم پس فردا میام همینو میگم 100 روز دیگه میام همینو میگم. رو شدیم بچه.
به خدا اینا میگم قدرت یه چیزی نمیتونم کلمه‌شو بگو فرناز، بگو به من نگه بچه. فرناز میگه به من بگو من نگو نگه بچه، بگو من من اندازه اگه 100 بچه تا بودم مرد اندازه بزرگ 100 تا پاره مرد شدم. بزرگ پاره شدم. چجوری تونستم همزمان بگم واقعا؟ آفرین. آره واقعا ترنسلیت. خیلی سخت بود. بعد از 4 ساعت آره بعد 4 سال بابا یه باشگاه رفته، امروز باشگاهشون دختر نداشته، داره سعی میکنه یه پروژه چی میگه باختشو اینجا جمع کنه. فروغ اینجا گیر کرده، بعد اینو میگفتم تو استریم. فروغ اونجاش گیر جلسه کرده بودی، خورده اونجاش گلوشه ها. اصلا دیگه جواب فروغ اصلا منفی، اصلا مهم نیست. من بعد اینو میگفتم، بعد بچه‌ها میدونستن. به خاطر تو اوپن اپ کرده کلازتشو. تو آره. کلازتش تو بودی، عکسای تو بود. خواستم همه بدونن دیگه، دونستن دیگه. پیکسی فرناز دیگه به نظرم الان که دیگه عشقش رو شده دلشو نشکن. نه بذار هر جور راحته. چی؟ استریم شما کی تموم میشه؟ هرچی میگذره دارکتر میشه. دیگه من به خاطر فروغم که شده دیگه هر روز استریم فرنازم ساعت‌ها. هر جایی که فروغ باشه من اونجام. به خاطر فروغ آره. مگر اینکه به خاطر تو بخواد یه کاری برامون بکنه. فروغ جون میگم که خیرش نه. همینجوری به من که نمیرسه. عفوا پیکسی فرناز لالمونی. چی لالمونی؟ خب لاش سگ واقعیت دیگه، فکت دیگه. الانم قطع کن، بذار بره به غذاش برسه، به زندگیش برسه. من جوابمو گرفتم ولی من دست نمیکشم از این علاقه. خودش میدونه و خودش فروغ واسط گفته میجنگه حتی به غلط. ببین فروغ هم خیلی بی‌حسه. نه ببین فروغ آخه نه خیلی آدم بی‌حسه. هیچ دختری تا حالا به من اینجوری جواب نداده بود. ببین بعد 4 ساعت فکر کنم مغزاتون همه سویچ شده. بس دیگه برید خونه‌هاتون. چقدر بی‌حوصله است. اصلا این بی‌حوصلگیش جذابش کرده. میگه چقدر بی‌حوصله است، همین بی‌حوصلگیش جذابش کرده. ببین ما مکمل همین فروغ. من انقدر با حوصله‌ام که میتونم من یه برنامه‌نویس آنریل انجینم ولی تو حوصله صحبت کردنم نداری. ما مکمل همیم. تو بد اخلاقی، من میام نازتو میکشم. اینکه عرفان گوتر اخلاقش هست. لسبی آنست من نه اصلا نه حاجی پریود مغزیشه، مغزتو میگاد فروغ. حالا اون یه روزه بقیه روزا خوبم. فرناز تعریف کن ازم جون مادرت. فرناز حالا تعریف کنم. فروغ ما اون مدتی که باهاش بودیم بد نبودش، پیشنهاد میشه ما 5 ستاره میدیم. خوبه؟ بابا مگه داری اسنپ معرفی میکنی آخه؟ کسکشی بگم عجب گرفتاری. میگم زمانایی که پریود نباشه خوبه. خوبم به خدا. ضرورت فروغ همه چی براش مهمه جز من. میگه تو داری چی میخوری؟ همه چی براش مهمه جز من. برای تو مهمتره هم من. فروغ گوشنمه. آها همون حوصله نداری. غذا تو خوردی بیا صحبت. کنسل کردم. کی قصدی کنسل کرد؟ به کجا چقدر حس بدیه این واقعا. ایشالله دست و پاشون بشکنه. این نقطه مشترکتونه ها. عرفان اون روز داشت قر میزد حاجی. این یه نقطه اشتراکه. خیلی نقطه اشتراک داریم اصلا. چه نقطه اشتراک دیگه باش داری؟ داریم تا دهنت اگه ببندی داریم. منم دیگه دست تحمل کنم. من دست دارم. فروغ جان نمک نریز دیگه عزیزم. میگه فروغ چقدر زر میزنی؟ به قرآن این حرف نزدم. چرا میگی؟ میگه به قرآن این حرف نزدم. چرا دروغ میگی؟ احمق. جوانان بزرگتر احترام میذاشت. فرناز الان باور میکنه من این گفتم اینو. نه نگفته اینو. نه عرفان آدم بیادبی هستش ولی وقتی که رو مدت برای فروغ از گردنم از مو باریک‌تره. برای فروغ نمیخوای حالا یه تستش کنی فروغ؟ بذار فکراشو کنه فرناز. چی؟ یه بار خجالت بکش. دلم شکست ولی اب نداره. ارزشش داشت. بگو بهشم اینو. میگه دلم شکست ولی مهم نیستش، ارزششو داشت. مهم اینه که حرف حرفای دلمو گفتم. مهم اینه ولی من تلاشمو ادامه میدم. میگه تازه تلاششو ادامه قراره بده. امیدوارم نظرت یه روز عوض شه. فیلم هندیه. والا من چه میدونم. فروغ چرا انقدر سفتی فروغ؟
فروغ چرا انقدر سفتی تو؟ میگه فروغ چرا انقدر فروغ! سفتی تو؟ آتیش میگیرم از عشق تو. من دارم از عشق تو آتیش میگیرم. چیکار کنم برای شرط و شروطش چیه خب؟ به خدا همینجوری دقیقا با همون صدا بیا دارم تو واسه استریم من نگاه کن بغل بگو شرطت می‌کنم. چیه؟ چیکار کنم اوکی میگه میگی؟ خب بیا تو استریم ببین، بیا بگو شرطت چیه، چی کار کنم قبول میکنی. شرطی میگه یه کاری کن من باور کنم که عاشقمی. جدی؟ آره. باش قبوله درست میگه. چجوری میتونی این عشق رو بهش ثابت من کنی؟ انجام میدم دیگه سخته ولی انجام میدم. امیدوارم من یه باور کنی. سوالی دارم، تو الان داشتی میگفتی دختر کلمبیایی همه چی فقط بزرگ چیز نه اونو که میدونی تایپ من واقعا نیست. من اسکینی پسندم. ولی فروغ اصلا اسمش هم تایپمه. دستگیر دستبند خانم پلیس همه اینا رو فروغ داره به نظر من. دیگه. به نظر من فروغ همه اینا رو داره. فروغ واقعا به نظر میاد پسندیده. من فکر کردم داره با تو شورتش با حرف میزنه، ولی به نظر میادش یک عشق نه، واقعی و کاملا پیوره. فروغ خوشگلم هست بچه‌ها. واقعا فروغ خوشگله. من اینجا تو چت دارم به بچه‌ها میگم. بهش برسونید اینو بگیره فان فروغ تاکسی این گفت. چشاش خیلی موجه های پر و قشنگی داره، بعد یه آره. حالت گربه‌ای صورت گرد و خوشگلیه. گوگولی داره. صورت گرد و گوگولی داره. من واقعا موهای خوشگله پر فروغ. مشکی خوشگله. خودش میگه مشکی نیست ولی به نظرم مشکی اون مو. عالیه پرفکته. فروغ 10/10 اینجوری بگم. تو اون دفعه گفتم قهوه گفتی نیست؟ چشمان قهوه‌ای تیراز میگن مشکیه. چشم مشکی نداری مخواست. آقا خلاصه بگم فروغ 10/10. فروغ میگه خلاصه بگم فروغ 10/10. به نظرم بعدا خواستگار برات خواست اومد این فیلم این استریم رو واسش پخش کن، بگو من همچین خواستگار آدمایی من سرشو میبرم. من اون خواستگار رو سرشو میبرم تا بفهم خواستگاری عزیز دل من نباید بفهم بیا. خواستگاری عزیز دل من نباید بیاد. This is love. This is fucking love. دوای استریل امروز باور نمیشه چقدر فرن از یه آدم میتونه نسبت به این همه ابراز علاقه واقعی سفت و خوش فروغ باشه. که اصلا کلا مدلش اینه. فردا سرش اب نداره. کلا خیلی فردا سرده. سر. اب نداره. فردا سر. من بیشتر هاتم عوضش. آره. کلا سردی روسا رو داره، قیافه شرقی ها رو داره. من بدنم در زمستان سرد هم داغ خیالتون راحت. بسیار زیبا هست. میگه عرفان فکر نکنم جلو 100 نفر بیاد سر مسخره بازی اینا رو بگه. آره نه کاملا واقعیه. منتها بستگی جواب فروغ داره. جدیه. این دفعه جدی هستم. یکی فروغ رو ببینه واقعا تشخیص میده ایرانیه. یک دختر ایرانی زشت شده واقعیه. با ملیکا ما فروغ مال پر زمین نیست. خاله مال آسموناست. مندیدش گفتش این قیافش قیافه دختر قدیمی قاجاری خوشگله. گفت این عالیه. پیوری این چیز به خاطر این قیافه ملکه است واقعا. ملکه واقعا فروغ میتونه ملکه باشه. میتونه ملکه با ملکه من بودن شروع کنه. با ملکه تو بودن شروع کنه. چی شد یهو سیخ کردی رو فروغ؟ بیادب سیخ کردی چیه؟ دارم میگم دوستش داشتم. دوستش داشتم؟ آره روب نمیشد بگم بیزی فرناز. خوب الان یاد گرفتم بعد شجاعت داشته باشم. بالاخره میریم زیر خاک دیگه. بعد بگم هر کی دوست داشتم میخوام بگم. فروغ گفتم همه دوستام تو نختن. من نمیدونم هیچ کی اندازه من تو نخ فروغ نیست. هیچ کسی تو بابا دنیا. انقدر تو نخشن روزی 10 نفر رو من باید بگم بابا فروغ نمیخواد با کسی باشه ولش کنی. من بی‌آزارترینم. کجاش تو بی‌آزارترینی؟ به جون مادرم فرناز گفتم یه بار تو زندگی رو من تعریف کن. یه بار دلم گیر کرده یه جاها. حالا بابا یه بار دلم گیر کرده. من روزی 10 تا بابا دارم فرناز دهنت جاکشی تو میکنم. نه کی بابا حالا یه بار خوشمون اومد از یکی داریم میگیم تو استریم. ای بابا ولی اولیه که خدایی تو استریم گفته فروغ. بیا این پارت رو راست باشیم که اولین بار تو من رو کی انقدر گیر دادم؟ رو کی؟ انقدر گیر ندادم فرناز. خودکشی میکنم بهش بگو. من خودکشی میکنم اصلا حالا که اینطور شد. اتفاقا فروغ یه دونه پروژه موفق داشت. مخصوصا انقدر که فروغ سرده. خودکشی میکنم. من جوونو ناامید کرد فروغ. من چی خواستم؟ چی؟ فروغ
من جوان رو ناامید کرد. ببین فروغ اصلا تراماتایزه این خودکشی میکنمه. خب نمیکنم. میگوزیدی طرف میگفت خودکشی میکنم. نه من خودکشی نمیکنم ولی دلم میشکنه واقعا. میگه خودکشی نمیکنم ولی دلم خواهد شکست فروغ. بابا اصلا فروغ کارش دل شکستنه. میکنی چرا ویزاش ریجکت شدش؟ به خاطر تنها کسی که ارزش داره من دلم بابتش بشکنه فروغه. این جمله رو بهش بگو. میگه تنها کسی که ارزش داره به خاطرش دلم بشکنه همین فروغه. خیلی سریع داره اسکلیت میکنه. بابا این پسر ایرانی دیگه، تیپیکال پسر لاشی ایرانی. نه این چون از قدیم تو دلم مونده دارم میگم. پیکسی فرناز فکر نکنه قدیم تو دلش موندی ولی والا من فکر نکنه یه چیز قدیم تا الانشو دارم. روزی یه دونه افخم بگیر دلش میگیره میخواد اینو اونو. نه فروغ فرق میکنه. فروغ از اوناست که میخواستم یواشکی دوستش داشته باشم. میخواستم یواشکی دوستش داشته باشم. به خدا بچه ها یه چیز رو راست بگم. من قدیم یه نکته میگفتم عرفان پسر خوبیه، پیوره و این پیور بودنشو دوست داشتم اون زمان که باش دوست بودم. ولی بعد دیدم لاشیه اینجوری بودم چجوری پیور رو من برای این استفاده کردم. تنها کلمه‌ای که به من نمیچسبه کلمه لاشیه. تنها کلمه پیوره. پیور هم نمیچسبه به من ولی لاشی هم نمیچسبه. فروغ 5 تومن دونیت کرده اومدم. فکر کنم فروغ توی یه یونیورس دیگه گفت اومدم. توی این یونیورس فروغ توی این همه تایملاین یه تایملاینی هست که من و تو بچه داریم. هستش که تو رو خواست قبول که و اینجا گفت yes I want you to yes. کجا داره میره در نمیدونم بذار ببینم شمارش. آره فکر کن. ولی پیکسی بچه ها فرناز میشدش آدما ببینن مثلا تو اون یکی اندینگه که با فروغ میرسی چی میشه. بعد تو پیکسی فرناز من دارم میرم خونه خانواده یه سر به مادرم بزنم. برو سر به خانواده بزن الان که دلت شما شکست. آره ولی لطفاً بعد منو نگید چون من اونقدر بد نیستم. میگه لطفاً بعد من نگید من اینقدر هم بد نیستم. سعی کنید فروغو راضی کنید. فرناز یه دونه زد امروز. من که کارم به همه زدن. برو خدا. فرناز چی زده؟ اول یه تعریف میکنه یه دونه یه چیز بعد راست میگه دیگه فرناز. راست میگه دیگه. تو رو خدا یه بار رفاقت کن در حق من. کار تو دوست دارم. برو من باهاش صحبت میکنم. آره آفرین خود میدونی دیگه. فروغ این پسره که رفت ولی این پسره واقعا دوست داره. قبلیارم واقعا دوست داشت تا وقتی که طرف جفتک نزنه واقعا دوست داره. جایی که جفتک بزنه واقعا دیگه دوستش نداره. آره بابا آریان اوکی راحت باش. چی؟ مگه خره بلا نسبت که جفتک بزنه. نه دیگه عرفان اینجوریه که من چون دارم همه زندگیمو میذارم به پا توقع دارم تو هم همونقدر دوستم داشته باشی همونقدر تست کنی ولی خب مثلا دختره همونقدر نمیکرد. برای همین عرفانم خب دیدی که خیلی روحیش حساسه. تو شبیه خاله ها شدی. واقعا احساس میکنم دارم اینجا چیز کشی میکنم. گفته که بیا ازم تعریف کن من دارم تمام تلاشم رو برای تعریف میکنم ولی اوج تلاش برای واسه تعریف نمیدونم چی. تعریف نکن. ازم تعریف نکن. نه ولی حالا خودش الان خودش که رفت خب ولی نه خودش که رفت فکر میکنی عرفان واقعا از 1 تا 10 از نظر جذابیت چند باشه؟ بابا از دید تو دیگه دارم میگم از دید توی دختر داف استانبولی. کاملیا هم کلاسی خانم داف استانبولی. تو میگی مامانم پسند من مامان تو نمیفرسم. فلوقه آره فلوقه. چند؟ تو عدید تو چند؟ بچه خوبه من نمیدونم تایپ من نیست به خدا. خب نه میدونم فکر میکنی همینجوری نمرش چند از 1 تا 10؟ شما بفرمایید دوست جون شماست. من
قربونش میری هی آره باش استریم میکنی خونکش طرف اکس منه، جلوی دوست پسرم نمره چند بهش بدم؟ الان با قول تو دوستمه، ترجیح میدم هیچ امتیازی از هیچ وری ندم که هیچ داستانی نشه. سوالا چیه میپرسی؟ خب دیگه حالا تو پس نمره بده. آدم زد تو مزیده 1 تا 10 دیگه، یه نمره بده بهش. من از حق جواب ندادنم استفاده قدش که بلنده خوبه ولی قدش بله ماشاءالله ماشاءالله. عکس ازتون گرفتم. راست میگم، اون عکس معروف فروغ گرفته الان یادم اومد. حاجی من همه چی یادم میره. آقا عروسی ما رو دعوت کنید. دیشب تو استریم فرناز گفتم علاقم خوب فروغ اعلام کردم، میرم خواستگاهش. بفرستی فرناز چی شد؟ تلگرامم الان اومد. بذارم چیه یه ویدیو یه دقیقه خدا رحم کنه. یه دقیقه صبر کنید. مرسی از دونیت های روندتون. ولی حداقل فروغ میتونه ملکه باشه. فروغ میتونه ملکه باشه. ملکه با ملکه من بودن شروع کنه. با ملکه تو بودن شروع کنه. چون یهو سیخ کرد با فروغ. بیا رفت کردی چیه؟ دارم میگم دوستش داشتم. دوستش داشتم. آجی اینو باید ببینید. دهنت سرویس فرناز. این چیه؟ چه کاریه کردی؟ بیا دیگه همینجا نشون میدم دیگه. حال ندارم تو تلگرامم بذارم توی کامپیوتر. فروغ میتونه ملکه باشه. ملکه با ملکه من بودن شروع کنه. با ملکه تو بودن شروع کنه. چی شد یهو سیخ کرد با فروغ؟ بیا رفت کردی چیه؟ دارم میگم دوستش داشتم. دوستش داشتم؟ آره نمیشه بگم نیستی فرناز. قربونش برم. چقدر خوشگله واقعا. به هم میاییم. به هم میاییم. ببین چقدر نازه این آدم. سکوت کن رها. آی قلبم خیلی خوشگله. من اینو میخوام. من میخوامش. اصلا 3 برابر عاشق شدم. به هم میایم یا نه؟ وای فیکسی فرانس خاک تو سرت. ای چی بود؟ چرا بیارید؟ عجب گرفتاریم ما. آقا من الان عاشق شدم چیکار کنم؟ من میخوام اونو. به کی برم دردام بگم؟ بعد تنها کسی هم که بین من و اوشونه خانم پیکسی فرنازه. خانم پیکسی فرنازه که ایشون هم نمیره تعریف منو بکنه. همش یه چرت و پرت میگه. میگه عرفان نه فلان بهمانه. راست دیگه من چیکار کردم مگه؟ فرناز جان عزیزم چیکار برات؟ هر کار بخوای انجام میدم. فقط لطفاً پیش فروغ خوب منو بگو. خوبیامو بگو حداقل. خوبیای واقعیمو بگو. تو را خدا پیکسی فرناز تو چت هم هست داره میبینه من کونم داره پاره میشه. پول بلیتشو بده بیاد. خودم فرش زیر پاش میشم. پول بلیت چیه؟ معلومه که میدم. موشک که در حال اومدن باشه من باشم و فروغ، من میپرم جلو موشک که فروغ چیزیش نشه. آره آرتین بچه حداقل به فرناز درخواست برید فروغو برام اوکی کنه. مرسی رها. مرسی عزیزم. پول هدست نداره. پول بلیت اب نداره. اونا واسه خودمه. اون ولی برای فروغ. برای فروغ دارم. شده برم دزدی کنم برای فروغ دارم. نکرم امیرتی که وگر فروغ دوست پسر داره. لام از سواز دروغ میگه. به قرآن داره دروغ میگه. خودش گفت سینگل. اگه دوست پسر داشت من اصلا ابراز علاقه نمیکردم بهش. به خدا گفتن سینگله. فرناز تو رو خدا وای فرناز تو رو خدا نگوی حرفا. چرا الان داری بهم میگی؟ چرا دیروز داشتی دروغ میگفتی؟ چرا با احساسات من بازی میکنی؟ من چه بدی به تو کردم پیکسی فرناز که با احساسات من اینجوری بازی میکنی؟ یه نفر تو زندگیمون خوشمون اومد. فروغ هم مطمئنم منو دوست داره. هی خاک بر سرت.
دارم صحبت ببخشید معذرت. چه لاو عمیقی بچه. وای من حالا خراب شد. یعنی چی دوست پسر داره؟ اصلا گوه خورده دوست پسرش. فرناز اذیت داره میکنه. نه به خودت، من فرنازو میشناسم اینجور مواقع اذیت میکنه آدمو. شوخی میکنه شوخی. تو رو خدا فرناز. وای نه. وای 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 وای. خشمتو تبدیل انگیزه کن برو باشگاه. باشگاه که میرم الان با خشم بیشتری میرم باشگاه. وای فروغ دوست پسر داره. دوست پسر رو مرده بده. من دستم به اون دوست پسرش برسه 7 قطعه غیر مساوی تقسیمش میکنم. افشرفان. وای حالم خراب شد. فروغ چه کاری بود من کرد؟ چرا دیروز نگفتی؟ اینا چوسیه قبل قال کردن دل نگران نباشه. ببین نپی آره من تا نمیخوام لو بدم که میدونم اینا رو. مثلا نمیدونم که داره طرف کز میگه. آره بابا چیزه. حالا اصلا اینش اصلا دوست پسر داشته باشه اصلا مسئله ای نیست. بالاخره جا دیروز کات کردن چه ربطی داره. هولا کوخان است و قدیمی تراب. مرسی از دونیتت. هولا کوخان یادته پشمام خودم یادم رفته بود. عرفان یه جواب دایرکت من رو داد خرزق شدم. چرا دیگه از هاردکور نمیذاری؟ شاید بخوام ماینکرافت سری جدید شروع کنم. فرناز تو رو خدا یه کاری کن برای من. صبر کن تمام شد بیای سر صف. راجع به فروغ درست صحبت کن سر صف. چقدر این آدم بیادبه. چقدر فرناز آدم بی تربیتیه. آدم معذب میشه حرفشو میخونه اینجا. بیزی فرناز نمیای چیز دیسکورد صحبت کنیم با هم. دلم گرفته نیاز دارم به یکی بگم دردمو. آره چطوری؟ بیزی فرناز دوباره شروع کردیم پسره. شبا خواب ندارم. چجوری چیز میشد این تصویر؟ پایین همون آفرین. نه او بغلیش بود. آها آره. خب تصویر نمیدی؟ نه همون اومدم هنوز خیس میسم. زشتی الان. خب کاش این همه بساط درست نمیکردم. حالا اب نداره. هلو آریان چیزو ساخته اون ویدیو رو. آریان خیلی آوردی قشنگ بود ویدیو. فیکسی فرناز چیکار صبح به کنم؟ فروغ فرستادم قیافش رو یه کاش میدیدی. خوشحال بود. چشاش شده بود 2 کاسه از تعجب. گفت اینا رو از کجا آوردن؟ قربونش برم. چقدر این آدم سرد و بی احساسه. عاشق همینش شدم. سام مرسی از دونیت. من قسمت هفته گذاشته رو ترستم ولی ندارم آیدیتو متاسفانه. باشه دیگه حالا 2 دقیقه بشین بذار ببینم چه گوی دارم. خب نمیبینی عاشق شدم فرناز. این جوون درد داره. شماها دارین الان آفرین تو که میفهمی. تو که سالات منم میشناسی. تو که میدونی من یه چیزی رو الکی نمیگم. چرا بد منو میگی پیش اون؟ میشناسمت میدونم روزی یه بار عاشق میشی 10 بار اصلا فاره. اینطوری نیست. چرا بد منو میگی پیش اون؟ من کی اینجوری عاشق شدم بیام کجا اعلام کنم؟ اسم ببرم دونه دونه. کی اومدم اینجوری خودم پاره پوره کردم؟ آقا من یه بار از تو یه چیز خواستیم چرا انجام نمیدی؟ میگم دوست پسر داره. چرا دروغ میگی؟ چرا دیروز نگفتی؟ الان به یادم جون تو. من میگم دیروزم رضا تو چت گفت تو به اهمیت ندی. حالا من چت رضا رو ندیدم. خب تو میگفتی به من. چی میگفتم؟ فراز من دیدم خودش راجبش حرفی نمیزنه گفتم شاید راحت نیست راجبش حرف بزنه. تو گفتی این نمیدونم میخواد سینگل بمونه فیلام بمونه بهمان بمونه. ای نامستم میگم 3 ماه تو رابطه چقدر هست. جدیه رابطهشون؟ ایشالله کات میشن. من احتمالش رو زیاد میبینم کاتشن. یس چطوری مینی کینگ؟ خوبه دیگه. فیکسی فراز حالت هست که یا جدا میشن یا یه راست ازدواج. وای اگه ازدواج کنن که من سکته میکنم که پیکسی فرناز. به خدا اذیت نمیکنم. رها واقعیت مطلق رو دارم میگم. اینو نگاه کسخال. پیکسی فرناز چیکار کنم؟ یعنی چی کار کنم؟ پیر شدم از دیشب تا حالا. ببین خدا الان پیش دوست پسرشه و الان میگفتم بیاد ببینت چجوری داری کلی بازی در میاری. به قرآن دروغ میگی. به جون تو به قسم. مرگ داداشام این داره اذیتم میکنه. به جون رضا راست میگم. چیکار کنم بدون فروغ؟ بچه ها از این به بعد از همین دیشب تا امروز صبح خواب نداشتم. ببین یه حالت داره میتونی
پول چیکار؟ سفرش به ایران و خب. پول اجاره خونش که تو این 1 ماه که بخواد بیاد ایران رو بدی. اون وقت فروخت دلش میخواست یه سر ایران بیاد. 1 ماه بمونه ایران برای چی؟ خب پس چی دیگه نه نمی‌خواد میگم دیگه. چی شده که میخواد 1 ماه بیاد ایران؟ الان چون کار نداره اینجوری بودش دلش میخواست ایران بره. فداشم بشم. معلومه که میدم. همش چقدر میشه؟ همش چقدر میشه؟ بچه 40-50 تومن که فکر کنم دونت بلیتش بچه بشه. سریع. چقدر؟ بلیتش 40-50 تومن نه با میشه. کمتره. 15-20 تومنه. خب رفت و آمد. حالا رفتشو بیاد آمدشو بعدا راجبش صحبت میکنیم. رفت آمد. بعدش پول اجاره خونش 33 یا 32 هزار تله بود. بچه ها آپشن های دیگه هم داریم جز فروغ. همه چی که به این چیزا نیست که همش آدم گیر بده به یه نفر. بعد نه الان اوکیه. دوست پسرش براش اپل واچ خریده. از این پولا میتونی خرج کنی؟ آره پول پیکسی تاکسیکو بده. پس گفتی اوضاع اوکی نیست. خفه شو عرفان، خفه شو. یه دقیقه خفه شو بذار ببینیم چه گویی داریم میخوریم.